قرص قهوه رو دور میریختی نگرش دار بهت میگم چیکارش کنی. یه آیتم میخوام برات بزنم نگم برات، بذارش اینجا باشه. یه سبدم توت فرنگی دارم، این سبد توت فرنگی رم بذار این گوشه باشه. تابر روی گاز. 100 گرم کره گیاهی در اومد 11000 تومان. 2 تا تخته شکلات 140000 تومان. 2 بسته ساق طلایی باز کن لای دستمال روشو بپوشون. قیمتش هم در اومد 40000 تومان. بیسکویت خورد شده، شکلات کره آب شده با هم دیگه ترکیب میشه. تلفنو باز کن، ترکیب بذار وسطش. آوردنه بازش. یه قاشق خورده گردو بریز. قاشق هم خلال پسته که در اومد 30000 تومان. رولش میکنی. 2 تا گوشه‌های مشنباتو بگی، اشکال همینجوری رولش کن. 2 تا در اومد. کپل و مپل. بذار تو یخچال 2 ساعتی بمونه. سرسلامتی همه ورزشکارا. الان وقتی میریم سراغ آیتم دوم. یه سوخت موشک میخوام برات بزنم. 50 گرم جای 2 سرپرک. در اومد 27000 تومان. 2 تا قاشق قرص قهوه. زیادش نکنی ها. 20000 هم پودر شکلات. یه قاشق هم گردو خورد شده. اونم در میاد 20000 تومان. یه قاشق هم عسل اضافه کن. یه قاشق هم ارده بریز. اینا رو خوب با هم ترکیبش کن. کاغذ روغنی کف سینی اینم میبینی قراره 20 دقیقه بذاریم داخل فر باشه. دمای فر 180 20 دقیقه رفت داخل فر. آماده شد. 50000 هم ماسته. این موزم در ما 30000 تومان. 3 تا توت فرنگی هم 15000 تومان. ماست، سوخت موشک، بازم ماست. اینم از موز و توت فرنگیش. بریم سراغ رولامون. بزنش تو آرد. آردیش کن یه خورده. اینم شد خروجی کار. خوشمزه، جذاب، پرطرفدار. بهش همه ورزشکارا بوده. همش در 284000 تومان. اگه من براتون سرو کنم دقیقاً در میاد 1,140,000 تومان. خودت خونه درست کن حالش رو ببر.